افسانه محمد گلبادام. روزی و روزگاری پادشاهی بود که دختری داشت. پادشاه دخترش را در پرده نگه داشته بود و دختر حتی روی آفتاب را هم ندیده بود. فقط دایه‌اش را می‌دید و بس. یک روز داشت بازی می‌کرد. چیزی از دستش در رفت و شیشه پنجره شکست و چشم دختر به خورشید افتاد. برف تازه باریده بود و آفتاب هم بود. دختر دو پایش را کرد توی یک کفشش و به دایه‌اش گفت: من آن چیز را می‌خواهم، باید آن را به من بدهی. دختر خورشید را ندیده بود و نمی‌دانست که چیست. دایه‌اش گفت که جانم، خورشید را نمی‌شود گرفت. دختر دست بر نداشت و آخر سر دایه مجبور شد که او را بلند کند تا از پنجره به بیرون نگاه کند. شاید دست بردارد. دختر دید که برف باریده و روی برف 2 پرنده نشسته اند و آن طرف در 2 قطره خون روی برف ریخته. یکی از پرنده ها به دیگری گفت: خواهر، ببین توی دنیا چیزی زیباتر از برف و خون پیدا می شود؟ دیگری جواب داد: چرا؟ پیدا نمی شود. محمد گلبادام از هر چیزی زیباتر است. دختر پادشاه ندیده و نشناخته عاشق محمد گلبادام شد و مریض شد و روز به روز رنگ رخش زرد و پریده شد و کسی درد و مرض او را نفهمید. پادشاه وزیرش را خواند و گفت: 40 روز مهلت به تو میدهم که علت بیماری دخترم را پیدا کنی و الا میدهم سرب داغ در گلویت بریزند. 39 روز گذشت و وزیر کاری نکرد. شب 39 گرفته و غمگین به خانه آمد. دختر کوچکش گفت: پدر، باید به من بگویی چه شده و چرا گرفته ای؟ وزیر گفت: دختر جان، تو چه کاری از دستت برمی آید؟ قضیه از این قرار است که دختر پادشاه مریض شده و حکیم ها نمی دانند مرضش چیست و پادشاه به من گفته که اگر تا 40 روز فکری به حال دخترش نکنم سرب داغ در گلویم می ریزد. فردا روز آخر است و من از آن می ترسم و ناراحتم. دختر وزیر گفت: پدر، این که کاری ندارد، بگو پادشاه یک میهمانی بدهد و دخترش را هم آنجا بفرستد، باقیش با من. وزیر صبح زود رفت و موضوع را به پادشاه گفت. پادشاه همان روز در باغ خود میهمانی ترتیب داد. زن و دختران همه وزیرها و وکیلها را به باغ خواندند. دختر وزیر به پدرش گفت: پدر، بگو یک قلب گوسفند را چاک چاک کنند و توی باغ از جایی بیاویزند. بعدش دختر پادشاه را با خودش برداشت و به گردش برد. وقتی که چشم دختر پادشاه به قلب چاک چاک افتاد، آهی کشید و گفت: آی قلب من از عشق محمد گلبادام چاک چاک شده. تو برای خاطره که چاک چاک شده ای. دختر وزیر آمد و قضیه را به پدرش گفت. وزیر هم رفت پیش پادشاه و گفت: ای شاه من، دخترت عاشق محمد گلبادام شده. من دردش را پیدا کردم، درمانش را خودت بکن. پادشاه غضبناک شد و گفت: من دیگر دختری به این نام و نشان ندارم. این دختر آبروی مرا برد. صندوقی بیاورید. صندوقی آوردند. پادشاه دخترش را گذاشت توی صندوق و انداخت به رودی که از جلوی قصر می‌گذشت. محمد گلبادام داشت باغ خودش را آبیاری می‌کرد که دید آببند آمده. رفت دید صندوقی جلوی آب را گرفته. صندوق را در آورد و باز کرد. دید دختری توی صندوق نشسته است. دختر را ول کرد و خودش به خانه آمد. ننه اش پرسید محمد چه بود؟ گفت: چیز. یک قوطی و تویش یک دختر. درش آوردم و ولش کردم که برود پی کار خودش. ننه اش گفت: خب، میخواستی او را می آوردی که پیش ما بماند. گفت: ول کن ننه، یک دختر بود دیگر، همین. دختر ایستاده بود پشت در و فهمید که محمد گلبادام همین خود این مرد است. ننه اش دست بر نمی داشت و هی می گفت که آخر پسر جان، من هم تک و تنهایم. برو او را بیاور، همدم و هم صحبت می شویم. آخر سر محمد گلبادام رفت دست دختر را گرفت و آورد سپرد به دست مادرش. 1 ماه و 2 ماه با هم زندگی کردند. ننه محمد گلبادام دختر را خوب پایید و دید که رفتار و حرکت او به دخترهای معمولی نمی ماند. روزی از او پرسید و دختر همه سرگذشتش را بازگو کرد. از عشق پسرت شب و روز ندارم.
هر روز مادر به محمد می گفت این دختر را بگیر. اما محمد پاسخ می داد ولش کن ننه، اگر دختر خوبی بود چرا روی آب آمده پیش ما؟ یک روز صبح محمد گفت امروز به باغ گل سفید می روم. پس از رفتنش مادر اسبی سفید و جامه‌ای سفید به دختر داد و او را راهی باغ گل سفید کرد. دختر پادشاه که دل در گرو محمد گلبادام داشت، هر روز به بهانه‌ای به باغ‌های او می‌رفت. نخست با جامعه سفید وارد باغ گل سفید شد و با آواز گفت: گل بچینم، قنچه بچینم، از گل و قنچه خنچه بچینم. ای گل بادام، ناز کن برام، درد آوردم و درمان میخوام. روز بعد با جامه زرد بر اسب زرد به باغ گل زرد رفت و همان آواز را خواند. باز محمد گلبادام از او پذیرایی کرد و آب در ظرف طلا آوردند. دختر نوشید و دست گلی گرفت و بازگشت. عصر همان روز محمد به خانه آمد و به مادرش گفت ننه، امروز دختری به باغمان آمد، چه زیبا بود، آدم دلش میخواست فقط نگاهش کند. روز سوم دختر با جامه سرخ بر اسب سرخ به باغ گل سرخ رفت. باز آواز خواند و نشست. وقتی آب خواست گفت نه، ما از ظرف طلا آب نمیخوریم، در ظرف بلور بیاورید. آب را در ظرف بلور آوردند. دختر نوشید اما ظرف از دستش افتاد و پایش زخمی شد. محمد گلبادام دستمالی از جیبش بیرون آورد و زخم پای دختر را بست. عصر همان روز محمد به خانه آمد و گفت ننه، امروز دختری آمد که 100 بار زیباتر از روزهای قبل بود. آدم از تماشایش سیر نمی شد. مادر چیزی نگفت، اما در دل دانست که این همان دختر پادشاه است. شب هنگام دختر کنار حوض خوابید و با ناله گفت به عشق تو ای جام طلا، جان و دل من افتاد تو بلا. محمد صدای ناله را شنید و به اطراف نگاه کرد. وقتی دید کسی جز دختر نیست، نزدیک شد و دستمال خودش را بر پای زخمی او دید. دلش لرزید و نزد مادر رفت و گفت ننه، این بار میخواهم این دختر را بگیرم. مادر گفت این همان دختر پادشاه است که 3 روز است به باغ تو می آید، پی عشق تو آمده. محمد گلبادام و دختر پادشاه با هم ازدواج کردند. 7 شبانه روز جشن و شادی برپا شد و همه شهر در شور و سرور غرق شد. این هم قصه زیبای محمد گلبادام بود. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید. اگر دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا قصه های بعدی رو از دست ندید. و یادتون نره اگه این قصه براتون شیرین بود به دوستانتون هم بفرستید تا اونها هم همراه ما بشن. نظرتون درباره این افسانه رو برام بنویسید چون دیدگاه‌های شما برای من خیلی ارزشمنده. تا قصه بعدی، بدرود.